اخیراً پرزیدنت باراک اوباما در پیامش به کنگره از پایان بحران اقتصادی در آمریکا خبر داد و گفت در حالی که اقتصاد روسیه زیر بار تحریمات فرو می‌ریزد، آمریکا باز هم قوی‌تر شده است. اوباما در این پیام سالانه که روز 20 ینور ارائه شد از احیای اقتصاد آمریکا، اختلاف‌ها با روسیه بر سر اوکراین، انجام رسالت نظامی نیروهای کشورش در افغانستان و پرزور شدن مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی صحبت کرد. ما به مردم سراسر دنیا که هدف حمله های تروریستان قرار دارند، از مکتب های پاکستان تا کوچه های پاریس متحد هستیم. ما تعقیب تروریستان و محو شبکه های آنها را ادامه می دهیم. ما به خود حق می دهیم ضد آنها یک جانبه هم اقدام کنیم. طوری از زمان ریاست جمهوری هم بر ضد تهدید به ما و متفقانمان عمل کرده ایم. و حالا مهمترین نکات صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را با مدیر برنامه‌های آسیای جنوبی در رادیوی آزادی اکبر ایازی مطرح می‌کنیم. آقای ایازی سلام. و حالا می‌شود پیام اصلی این گفتمان‌های جناب اوباما را در همینجا خلاصه کنید. این سخنرانی سالانه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا هر سال به ملت خود میکنه معمولاً مسائل داخلی بیشتر اهمیت زیاد داده میشه، ولی در مسائل بین‌المللی آقای اوباما دیشب بسیار کم صحبت کرد و بسیار به شکل خلاصه و علتش هم من نمیدانم که چرا. در مورد افغانستان اینا گفتن که ماموریت جنگی امریکا در افغانستان بالاخره تمام شد و به نظر اوباما این جنگی را که امریکا علیه افراطیت و تروریسم شروع کرده بود به موافقانه به پایان رسیده. از 180,000 عساکر بین المللی در حدود 15,000 عساکر در امریکا در افغانستان خواهد ماند که اونها تا سال 2016 تا آخر 2016 اونجا می باشه. در مورد حکومت یا دولت اسلامی که به نام آیسیس مشهور شده در جهان، آقای اوباما از کانگرس امریکا خواست که به حکومت امریکا اجازه بدهد که جنگ مستقیم علیه این گروه اعلان کنن و شروع کنن. یکی از مسئله هایی که جناب اوباما دیروز تاکید کردن مربوط به روسیه و نزاعات در اوکراین هم بود و از جمله اوباما با قاطعیت گفت که امریکا به این پرینسیپ پایبند میماند که دولت های عظیم نمیتوانند کشورهای خردتر را اذیت بدهند. به فکر شما همین گفته های آقای اوباما باعث پر اختلاف‌تر شدن روابط واشنگتن و مسکو نمی شود؟ خب طبعا می شود. من فکر می کنم که اوباما در سیاست خارجی خود در این صحبتی که دیشب کرد بیشترین و شدیدترین صحبتش متوجه آقای پوتین بود و اونا به روسیه بود. به نظر اوباما یعنی با کشورهای بزرگ نمیتونه که کشورهای کوچک را مانند اوکراین تهدید کنند و اوباما گفتن که اینمی تعذیرات اقتصادی امریکاست که بالاخره تانسته مشکلات اقتصادی را که فعلا روسیه داره با اساس اینمی مبارزه و تعذیرات متحدین امریکا و امریکاست علیه روسیه و خب روابط دو کشور با هم بیشتر خرابتر خواهد شد. ولی من فکر میکنم که روابط امریکا و روسیه تنها در مورد اوکراین نیست. در جهان مسائل دیگر زیادی هستند که امریکا و روسیه با هم روابط داره، مثلا در مورد ایران، در مورد افغانستان، در مورد شرق میانه، در مورد حتی آسیای میانه. اینا هستن مسائلی که اینا با هم مشترکاً کار میکنن، حتی در مورد چین. ولی در مورد اوکراین البته اختلافات زیاد است و همین تعذیرات امریکا باعث وضع اقتصاد و پایین رفتن نرخ روبل و اینا همه مشکلاتی است که تعذیرات امریکا برای روسیه خلق کرده. بله. حالا دیگر کار تحلیلگران است که بها بدهند به صحبت آقای اوباما. اکثریت این را تاکید میکنند که همین سخنرانی یا پیامی که به کنگره گفته شد دیشب در مدت 6 سال اخیر قوی‌تر نظر به سخنرانی های پیشین آقای اوباما بوده است و شما تا کجا با این اندیشه راضی هستید؟ و یک اندیشه خیلی دیگر، اندیشه دیگر مشترک همین تحلیلگران هم همین است که
با وجود اینکه شما گفتید که با مسائل داخلی کمتر نگرانیده شده بود پیام آخرین اوباما، ولی بیشتر برای متحد کردن همان جانب‌های رقیب دموکرات‌ها و جمهوری خواها روانه شده بود همین سخنرانی. شما درست میگن. این بیان بخصوص در مورد پالیسی داخلی امریکا، مسائل داخل امریکا بسیار قوی بود. به خاطر چی قوی بود که در اواخر شما دیدین که شاخصهای اقتصادی امریکا بسیار بالا هست، وضع اقتصاد امریکا بسیار خوب است و تولیدات پترولیوم و نفت و گاز امریکا به حد اعلی و به حد اکثر خود رسیده. از این جهت اوباما یک دست برتر داشت که در مورد اقتصاد به خصوص، برای از اینکه وقتی که اوباما رئیس جمهور شد اقتصاد امریکا به ضعیفترین نقطه های خود رسیده بود. ولی اوباما الان نشان میتونه که ما اقتصاد امریکا را بالا آوردیم و دو جنگ بسیار مهمی بین المللی را ما ختم کردیم. به یک حساب به اصطلاح دری افغانستان میگن که من الان کاک هستم دیگه، یعنی من دست برتر و بالاتر دارم. و اینا به این امیدوار هستن که اینی دست برتر داشتن اوباما میتونه کانگرسی که اکثریت جمهوری خواست او را به هم به خود بیاره، که یعنی مسابقه رکاردی که از کار اوباما بتونه جمهوری خواها و دموکرات ها را به هم در مسائل داخلی و بین‌المللی یک دست و یک سان بسازه. بله، تشکر به شما. مهمان ما مدیر برنامه های آسیای جنوبی در رادیو آزادی اکبر ایازی بودند. تشکر.